از نام سید جلال و جمشید، شریف و فریاد، بلجان و داوود. خیلی خوب، تشکر به هر دو. از یوان هم پهلوانان جوان و بالیاقت زیادند، خواهشمندیم اگر باشند مرحبا. پهلوانان منطقه رشت و شمشاد عبدالله گفتیم. از یوان هم پهلوانان جوان و بالیاقت زیادند، خواهشمندیم اگر باشند مرحبا. پهلوانان منطقه رشت و شمشاد عبدالله گفتیم. تیمور رحیم و چند تن پهلوانان دیگر، شکر محمد، میر محمد و ددخان هست طلبگار. عادل سفروف ناحیه خوالین، ددجان قربان علیوف شهر ترسونزاده، عبدالصمد شمسلایوف ناحیه دنغره. خب تشکر، مکافات. خب کار اکنون با جدیت رفت. بیا معلم. خب در مرحله اول یک قالینی 5-4 300 سومانی دیگر بالای قالین. محترم رئیس، ای برادرها شما همین قرصک نزنین از برای دیدار. 6 سومانی دیگر در بالای همان توفازم. شاهی دولت شاه ناحیه یوان، یک یخدان ارزشش 4500 سومانه، یک قالی 2400 سومانه. و هر دو وقت اقبال. امین، تشکر. منم که عزیز کجا شدم؟ اون یک عزیزی داشتیم در منطقه چپ پهلوانان رو تنظیم درست کرد. مهمانایی که باشند و فقط به همین غالیبا که دیگه جمعه خان من میخواستم که شهروخ، فریاد، سهراب اینا به رقیبن آمدن و رفتن. ددخان از اون طرف آمد. تشکر. داورانی با تجربه رو مانند عبدالصمد شمسلایوف تشکر. و به نوروزی با شکوه بین المللی تبریک میگویم و قدومتان خجسته و نوروزتان پیوسته مبارک باشد. فریاد مهمان ارجمند، مکافاتی خیلی عالی و بهترین را به نام میگذاریم. این کجا شد معلوم؟ بیاید مالش. در صورتی تشکر من شنیدم صدای عزیزت رو. گوش کن. گپ سری چی های؟ اگر در حدود ناحیه گوشینگی جریان گیرد، جماعت به جماعت درست. اکنون در ولایت باشد ناحیه به ناحیه درست. اما تنتنه گوشتین دنغره نفوذ جمهوریوی دارد برادر عزیز. ولایت
با ولایت کشتیگیران با هم نیرو سنجند خیلی عالی است. این شهامت زیباگی انا فرهنگی شد. تشکر با عادل و داداخان قربان علیف، با داوود و بالاجان، با سعید جمال و غزل شاهی دولت شاه. خورشید همانا در میدان است. من خواهش میکنم از پهلوانانی که امروز از ولایت مختار کوهستان بدخشان آمدند، از منطقه رشت در اینجا تشریف دارند، از شهر دوشنبه، از وحدت بیاید برای مکافات‌های عالی و شایسته به خاطر احترام مردم شما خود را نشان دهید. کشتی بگیره دیگر نه. بیا مکافات شایانت میمانیم. بیاید تا میدان بیاید کار. ها یکی از فریاد شاید خوشک جورا شاید بی بود و چطه برای رامو شتره میمونیم خدمان گوشتین میگیردم یا زرگوش میموندن برای یک گوشتین میگیرم اینم یک شتر میمونیم چه خدا بشه. خب بیا اندیشه هاتون خیلی عالی، اما نظام میدانداری احترام و این هم فضیلت جوانمردی است. این کار را باید که شما هم انجام دهید. سعید جلال هستم. سعید جلال شاهروخ فروتنی ورزشگر سپاس. خب هست شاهروخ فریاد مرحبا. دیگر پشیمانی سود ندارد. شما نگوید که این طور ما را همین یک دفعه گفتم احترام کردن هر سهشان آمدن. فریاد جانی عزیزی ما خدا به هر دو بخت و اقبال و سعادتیت مکافات. یک تاوشتور دیلم واسه گو امین به هر دو خداوند بختوی باقیت یک تاوشتور. الله اکبر. هاپا رکلام ملا سابقه دار گشتین ملی ناحیه دنقره رستم اسکروف پهلوی لاله خان قهار
با همه پهلوانانی که اگر در مجموع توجه کنیم از تمام منطقه تاجیکستان امروز ورزشگران در تنتنه عید نوروزی ناحیه دنغره تشریف دارند و واقعا مسابقات سطح جمهوریوی است. دولت شاه تشکر پوزمایه هر دو هم نتیجه بخش نشد. سلامت باشید. اکای عبادالله شیخوف. السلام علیکم برادر به خاطر همین بربر هم تشکر به همه شما و مخلصان هم یک جهان عرض سپاس برای فراست شایستتان، برای قرصک زنیتان، برای واقعا دوست داشتنی کشتین سنتی کشتینگیری که در همه جا شما فعالید. اگر شما نباشید پهلوانان هم روح و الهام نمیگیرن براستی. تشکر زیاد. فرصتی هنرمندان محبوب در افتخاری مخلصان. در دنغره 10 سالهای آخر اکای عبدالصمد شمسالایوف بیگان مبالغه نکی بیگان مبالغه بگو این خیلی گوشتین نبود. همه جا دیدیم. حالا توجه میکنیم به معرفی دعا بر مرد میدان دنغره فریاد شیخوف از ولایت مختار کوهستانی بدخشان، استاد ورزش درجه بین المللی، پهلوان محبوب تاجیکستان از ولایت خوتلان، خورشید مجیدوف. من میخواهم جایش در همین میدان به هر دو جوان مردانه عادلانه این آبادی وطن محبوب و ثبات کامل کشور کنیم. قدرشناسی سرور معظم را در سمت تربیه ورزش در عمق دل جا دهیم. حلال دل جا دهیم. حلال میدان از دلیر است روح افتادن نباش. امروز هم ما برای اشتراکت برای هنرنمایی جایی